ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت حادثه پرسر و صدای سوختن یک زن 68 ساله را در بازداشتگاه میلیسه ناحیه عینی شرح داد. قدرت الله نظرزاده سردار این ریاست روز 12 فوریه گفت استاد قربانوف زمان انتقال یافتنش به بازداشتگاه استرافشن با راه آتش زدن قصد جان خود کرده است. بدونیم در وقتی خچه بیمار گفت دکترها را فریاد کردن باید ما او را یک مرتبه باید ما از تشخیص میگذراندیم. در همون حالت تشخیص داشتن از کدوم اتاقی یک قطعی گیر در گرفتگی که خواست که خچه آتش زدن. استاد قربانوف ادعا داشت که او را کارمندان میلیسه عینی 2 ینور حبس و شکنجه کردند. بالای اشکمم که من گریج من انمی اول سر کردن من در چرزنی نکنید گریج مکفت اینا من ابولم سوار شدنه به اجازت من مادر 70 ساله شرم داشتم. من حیا زر کرد ازار من کشیدن من همینجا پای من اکل زدن. استاد قربانوف می گفت گویا این عمل را کارمندان میلیسه بعد از نپذیرفتن گناهش کردند و محض در همان تهخانه کرته‌اش در بدنش آتش گرفته است. چون او بعد سوزان دارو بیهوش شده بود نمیداند چرا آتش گرفت. یا سود من جیغ زند بدو گفت که تو به من سنگسی دادم نکرده من هم تو یک بار برده من در ترمز زیر کرد همین روز به رسوندنم. مقامات میگویند استاد قربانوف به غصب زمین گناهکار می شود. این زن خود را گناهکار نمی حسابید و میخواست پروندهش بازنگری شود. بحثم همین که همین 6 کسی که من همین روز به رسوندن و جوابگیری کشیده شود. در ریاست کارهای داخلی ولایت سوخت گفتند 3 کارمند که در انتقال خانم قدرتوف به بازداشتگاه به خنک نظری راه دادند از مقامات پلیس رانده شدند. موافق قانون قبول شده از طرف خیلی روی پروکراتوره امروز تفتیشات ادامه دارد.